فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیانیه بعدی گفتن که خواندن 40 یاسین بر کسی که مریض است، آیا این کار درست است یا نه؟ نه، خواندن یاسین به صورت اختصاصی بر بیمار که اینو بخوانند یا بر میت بخوانند، چون این چیزی از شریعت اسلامی ثابت نشده و تأثیری برای سوره یاسین که برای میت خوانده بشود یا برای بیمار خوانده بشود چون این چیزی ثابت نیست. اما به صورت کلی از هر کجای قرآن کریم به عنوان رقیه خوانده بشود و خصوصا معوذات خوانده بشود، آیت الکرسی خوانده بشود، سوره فاتحه خونده بشود و این خونده بشود، دمیده بشود، این یک حکم جداگانه داره، جایز هست. اما این که شما بر بالین بیمار بروید و 40 مرتبه سوره یاسین را بخوانید تا اینکه الله متعال شفاش بدهد، چون این چیزی از نظر شرعی ثابت نیست، نه دلیل قرآنی دارد و نه دلیلی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. خواندن قرآن اهم از فاتحه یا غیر فاتحه و دم کردن بر بیمار جایز است، اما خواندن قرآن بر بالینش به خاطر شفا یافتنش چنین چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست.